سردار شد آیسته تر رفیق سردار بیارید با این طرف لطفا را کشایید خواهش میکنم انتظار شوید آخیر خواهش میکنم جناب درحال با حجره جراحی برید زودتر دکتر با سردارم چی شده است؟ خواهش میکنم گویید که با سردار چی شده است؟ جناب شما چیکار کرده ایستاده اید؟ دکتر جان این چی بیماری است؟ روده‌اش کفید است فهما حاضر برای او 1 ثانیه هم مهم است چی؟ اگر اجازت باشد باید با جراحی دارد وگرنه بیمار از جایش نمیخیزد با نجیب چی شد؟ اپا خواطر نشد خواطر نشوید اپا جان تنها جراحی میکنن جراحی کروده کروداش خدایا خودتون رو بدستگیری رو میشه دادم رو جراحی میکنن خواطر نشب نوربانو جراحی عادی است چه خیلی عادی جراحی است اونه اپا جراحی کروده نیم ساعت دوام میکنند اونقدر وزنی نیست خدا خواهد البته شفا مییابند جراحی یک باره این بیماری یک باره نمیشود آدمایی که کلهاشان پر از شدت عصب است به این بیماری دچار میشوند رحمت مدرس رو هم جراحی کرده بودند شد بچه جان شد کجاست همون تیمور که بیاید و از سردارم بیانات بگیرد رفیق سرقمیسر اگر یگون کس را سرزنش کردنی باشد من سزاوارم یگان شاهد هست؟ بله سرکمیسر یک شاهد دیده است که جوان از جای حادثه با ماشین سوار شده گریخته است معشوقش بود است گفت و گفت اطاعت چرا همسرش نه؟ اگر همسرش می بود در چنین جایی نمیکشت مگر اینجا و جای واخوری زن و شوهر مانند است ما فرمان شما رو انتظاریم چی؟ چی؟ نظریه من مقتول نشد در اینجا جسد زنی جوانی خوب است و تو پشت سندویچ خورده ایستاده ای و باز چی گفته میپرسی؟ گرس نماندی؟
ها گرسنه موندم فهمیدی گرسنه من حتی طاقت عکس برداری جسد رو ندارم و تو باشی بمان چی؟ جراحان بر جراحی گریه کنان میدارن؟ گوش کن در یک هفته قریب 2 جسد میبینم از این وضعیت من هم خرسند نیستم لیکن این شهر اکنون همین خیل است اکنون در شهری زندگی کرده ایستاده ایم که مادر برای بسیار گریستن طفل گلیاش رو بریده است خوش آمدید به این شهر در عثمان هستیم به حیات برگرد من با آدمان احساسی وقتم رو خرج نمی کنم رفیق کمیسر کلان نجیب سردار رو به بیمارخانه بردن کم در پیش با رد اعلان کردن چرا؟ با فکرم دردی کوروده شده است حالشون خوب است؟ نمیدونم ما با بیمارخانه می رویم چخیلی که گفتم یگان مشغله مخفی داشتن یا نداشتن مقتول را جستجو کنید بیانات یار و دوستان و خویش و تبارانش را گیرید خوب شده است رفیق سردار می آیی یا نه؟ سرحت تو به تلویزیون را نوار نگیرم رانو خانم جسد رو نگیر بهترش اویله مقتول رو یا خوب رانو خانم اینا رو ویله این مردگی از کجایی بالا کارو در اینجا کنون بردن و جستجوی فهمان نیم ساعت دوام میکند گفته بودید بین چقدر شد اوچه دادا مثل اما کی مندرس بارین میمورد تو چی ها میگویی الپرین جون پدرت حتما شفا مییابد و همش مثل پیشتره با میشود من باز پیش از خواب افسانه میگوید البته آفرین رو بگیر الپرین جون بیا با من بیا آرام شوید هنرپا ببینی بچه ها زیق شدن گریه نکن جانکم آخر تو مرد کن پدرت البته شفا مییابد بله دی لابای چی؟ در کجا آمدم؟ خیر میدانم فهمو بیمارخانه در این طرف نبود به بیمارخانه نمی رویم چی خیل نمی رویم تو چی ها گفته ایستاده تیمور یک حادثه زخمدار کنی رخ داده است جبر دیده رو بیمارخانه بردن زخمش وزنین به جای حادثه می رویم اما نجیب سردار چی؟ اول کار بعد دیدار یگان شاهد هست نه رفیق سرکمیسر آوازا رو شنیده است لیکن کسی رو ندیده است تنها این کاغذی در زمین بوده رو از نزد جسد جبر دیده یافتیم لیکن دست نزدیم تا که گروه سنجشی آمده ببینند سرکمیسر تیمور چه شد؟ شخصیت جبر دیده معلوم است هنوز معلوم نیست یک زنی 50 ساله بوده است خیر سلامتی زن چطور است سرش زخمدار شده است وقتی اومدن یاری تاجری بهوش بود با کدام بیمارخانه بردن و بیمارخانه مرکزی تو چخل رانه دهی کن با تو چی شد تیمور دیوانه شده چرا اینقدر سر و سیمه ای کارت نباشد ها برای نجیب سردار به بیمارخانه نرفتید برای این باشد میروی ها کارت نباشد فهمیدید نه باشد
چی میخواهی؟ کمی پیش شخصی رو آوردن سرش زخم دار. یک زنی 50 ساله. نام بیمار؟ خانم شخصیتش معلوم نیست. میگفتم همین شخص رو به اینجا آوردن یا نه؟ اگر آورده باشن حاضر در کجا؟ در اتاق جراحی. جراحی؟ چگونه جراحی؟ سر بیمار آسیب دیده است. فهمم. تیمور خودش چی گپ است؟ این چی تشویش است؟ باز کار ها؟ با تو کارت نباشد گفتم که تو کاردار نشو. هنرپا خدا شفا دهد. تشکر. خدا شفا دهد. اوهو کی را میبینم؟ بخیر است؟ تو را با این گونه حالت انتظار نبودیم؟ بسیار گپ نزن. سردار چی خیل است؟ تو از کی باز این گونه دلسوز شده ای؟ جراحی به او خیر رسید، اما طبیبان تا حال چیزی نگفتند. رفیق سرکمیسر اولی نجیب چی خیلی است؟ دادم موزی چی خیل؟ جراحی جدی بود. اگر کمتر دیر میموندید از دست میدادیم. لیکن بسیار شکر که جراحی ناز گذشت و شکر خدا که بیمار سری وقت به بیمارخانه آورده شده است. دکتر جان کی دیده میتوانیم؟ هنوز هوشیار نشده است. یک و نیم ساعت پس دیده میتوانیم. سلامتی دادم چی خیل؟ پروا نکن جانکم. حاضر احوال پدرت خوب است، فقط به خود آمدنش لازم. شکری خدای بزرگوار. همش تمام شد. هنرپا اکنون آرام شوید. جناب درون ندارید. اما جناب لطفا اصرار نکنید. خوب بیماری که امشب به بیمارخانه‌تون آورده بودن از جراحی برآمد. یک زنی 50 ساله. نه جراحی دوام دارد. وضع سلامتیش بد است. نمیدونم. خواهش میکنم برگردید. برایید. و اینها گپ زده نمیشود. همه چیز رو برای تشخیص جمع کردید؟ با من نگر. لابای وضعیت چی است؟ حالا تفتیش داریم. کارتون تمام شد. زن رو با گلدان زدن. احتمال از پیش. یعنی از پیش؟ بله سرکمیسر. در اینجا یک مکتوب بود. بله. از جای حادثه یک مکتوب یافتیم. احتمال خونی در رویش بوده با جبر دیده تعلق داشته باشد. باز کاغذ فرسوده است. کهنه بریم. من گیرم ممکن؟ بخشش رفیق سرکمیسر. این خلاف قانون هاست. هیچ گپ نه. تفتیشات رو من میبرم. مسئولیتش به عهده من. به تو همین خیل برمیگردانم. اطاعت رفیق سرکمیسر. حاضر همش رو میفهمیم. شخصیت جبر دیده معلوم شد؟ بله رفیق سرکمیسر. از همسایه هایش پرسیدیم. تومیریس آلکوچ. تومیریس آلکوچ؟ خوب کنی گوید خونه‌دار بوده است یا خود تنها میزیسته است؟ بیوزن بوده است. شوهرش وفات کرده است. تنها میزیسته است. یک بچه و یک دختر دارد. دخترش شوهر. نشانی هم پسر و هم دخترش رو میخواهم. لبای تیمور احمد عزیز میر آمدند. امشب باید خانه ما آیند. فراموش کردی؟ به فکرم آنها تو را نیافتند. کمی پیشتر از فرودگاه به من زنگ زدند. تو ما رو میشنوی؟ سبیل تیمور اگر بیملال باشد تو آنها رو پیشواز گرفته میتوانی. من کمی کار دارم. مایلش سردارم و چی خیل؟ آن کس را تو حال ندیدیم، لیکن میگویند که حالشون بد نیست. شاید دیرتر به پالات میگذرانم. یعنی احمد رو من پیشواز میگیرم. اگر بیملال باشد کمی کار دارم. بعد خانه می آیم. مایلش لیکن دیر نکن. بخشش اپای هنر رفتنم لازم. مایلش برو. من باز خبر میگیرم. سلامت باش رانا جون. تا بازدید. تا بازدید. تا بازدید. دکتر جان بیمار را حاضر دیده میتوانید، لیکن بسیار عذاب ندید. امشب اینجا میماند. نجیب آروم شوید اپا. شنید دادا البرین جان خاموش. نجیب سردارم
آفرین تو این شب با من یکان افسانه نقل میکنی؟ نجیب دادا چی خیل لیکن من کتاب افسانه‌ام رو نآوردم. من بر تو از کتاب میخوندم مگر نخود درباره یکان قهرمان افسانه ندانی. هست. پس نقل کن. مرحمت گذارید به این طرف. سلامت باش دخترم. تیمور در خانه است؟ حاضر رسیده می آیند. کم ترک کار داشتند. هیچ گپ نه. درد کروده شدم. بله. اولوباتلی حسن؟ نه پدرش. اولوباتلی پدری حسن؟ لیکن چگونه کرودش کفیده است من نفهمیدم. نه همون که بیرق میمونده است. در بالای قلعه؟ ها در بالای قلعه میمونده است کو؟ خیر مونده است بچی. بعد دستش رو برداشته است کروده شده است. لیکن یگان دیر به تنش نرسیده است. افسانه زور بوده است کو؟ خیر بعد چی شده است با پدری حسن؟ میدونید بعد جراحی شده است. جراحی شده است؟ سردارم به فکرم آلپرین نویسنده می شود. بعضی قهرمانی نشان دهند بعضی دیگر آن را می نویسند. بخیر انمی خیل دخترم. تیمور اصلا بچه خپک مغنبیر است. بعد از وفات مادرش بسیار عذاب کشید. این خصلتش از همان روز باقی است. گپ زن دستت رو گیر. دستت رو گیر. گفتم که برا غم ندید. به من نگاه کن. به من نگاه کن. تو کردی یا تو کردی ها؟ گپ زن. خیز از جویا. کنی نگاه کن. به من نگاه کن. میکوشم فهمیدی؟ گریه نکن میگویم. تیمور 2 ساله بود که مادرش وفات کرد. بعد از آن دادرم ایلدریم او را به خانه بچگان داد. البته که آن وقت تیمور بسیار داد و فغان کرد اما پدرش دیگر چاره نداشت. چون که ما همان وقت در آلمان بودیم کسی دیگر نبود که نگاه و بین کند. در خانه بچگان تربیت یافتن تیمور رو نمیدونستم. فکر میکردم که در خانه شما بابای رسیده است. نه او از سن 6 سالگی با ما میزیست. بعد از وفات پدرش. برای همین شما رو به جای پدر و مادر میدونم. ما او را مثل فرزند خود دوست داشتیم. به این هم شما پدر و مادری منید. لطفا ناراحت نشوید. خوش آمدید. تیمور
عذری بسیار کارم بسیار بود شما رو پیشواز گرفتن نتوانستم هیچ گپ نه پسرم کار هم البته که مهم است شما خسته شدید آنقدر نه با هواپیما آمدیم آنقدر مانده نشدیم صبر کن پسرم من برایت سورپریز دارم بین وقتی به ترتیب در آوردن خانه چی یافتم انا بین لیکن این گم شده بود معلوم می شود که گم نشده است تیمور آن وقتها خواندن و نوشتن را بسیار دوست می داشت این دفتر را من خریده بودم قریب هر شب در حجرهش می نوشت و می نوشت همین خیلی نه بچه جون اما چیزهایی نوشتهش را به ما نمی خوند دفترش را پنهان کرده مکتب می رفت می خواستم دونم چی می نویسد این کار رو بینیده زن سیر و اسرار شوهرش رو سالهای سال می آموخته است شما خسته شده گیستید وقت هم دیر شد رانو جان جای خوب رو نشان ده نه خسته نیستیم تو را یاد کردیم اما جان من هم شما را یاد کردم از راه دور آمدید استراحت کنید بعد صحبت میکنیم مرحمت با این طرف شب خوش آها هوای حجره وزنی شده است در اینجا جمعیت زیاد است خواطر نشوید کودکان رو من همراه میبرم من میمونم خواهش میکنم لطفاً بیمار را آسوده گذارید سردارم ما رو زیاد پزمان نکنید آدمان پزمان نشدگی همه رفتند زودتر صحت شوید خدا شفا دهد تشکر کیروس خدا شفا دهد رفیق سردار حالا هم اینجایی کودک ها رو که نگاه میکند بره ها دادا جان نوروان و سلطان خیر آبا جان رفتیم خیر اپا جان خیر اکنون از این پس با نوبت افسانه نقل میکنیم یک بار تو یک بار من بیا رفتیم خوبی همه ما رو خواطر کردی خیر احتیاط باشید مایلش تو بازدید حلیمه اگر خواهی تو را گسیل کنم دیر شد سلامت باشید رفیق سرکمیسر من هم با یگون تاکسی میروم زنی جوان تنها در این وقت شب با تاکسی رفتن نمیدانم دلم آرام نمیگیرد خواطر نشوید رفیق سرکمیسر خدا خواهد من خودم رو سرشته کرده میتوانم یا خدا
دخترم زن کی تیره‌زا رو شکست؟ اینجا بیایید. کی تیره‌زا رو شکست؟ گپ زنید. کی تیره‌زا رو شکست؟ تو تیره‌زا رو شکستی تیمور. تو تیره‌زا رو شکستی میگویم. تو شکستی. گپ زن. تو شکستی. گپ زن. باید رو فرار. خوبی زده تیره‌زا رو چی کار کرد؟ دیدی؟ دیدی ها؟ دیدی میگویم. دیدی؟ دیدن بس نیست. کنی کشو دستت رو؟ تیره‌زا شکستن چی بوده از فهمیدن در کن. از اینجا میرویم به خانه میرویم تو را مادرت انتظار. مادرم؟ ها مادرت. گوش کن تیمور، قانوناپا که او را در خانه بچگان بسیار دوست می داشتی، اکنون مادری توست؟ کنی بیو بچیم خوش آمدی. از این پس همه وقت یک جا می باشیم. همه وقت. تیمور تو حالم خوب نرفتی؟ نه حالا نه. با تو چی شد؟ حالت خوب است؟ لبای شخصیتش رو معلوم کردید؟ جایش رو چی؟ خوب می آیم. من رفتم. می روی؟ در این به وقتی با کجا؟ ای احمق نادان، دختر را از دست دادی. خواهی گسیل کنم بوده است. چی دختر در حال از پس از دویده آغوشت میگیرد؟ آخر دختر شرم و حیا دارد. در حقیقت جسد جوانزنی که در نزد ساحل یافت شد عاشق پنهانی داشته است. همین؟ بله سرکمیسر. شخصیتش معلوم؟ جوان با نام بابور. در کجا بودنش رو میدونید؟ از جای استقامتش نیافتیم. رفیقان جستجو دارند. از خردترین معلومات البته مرا خبردار کنید. خوب شده است سرکمیسر. شما با کجا سرکمیسر؟ با بیمارخانه. به نزد زنی که چندی پیش زخمدار شده بود. در شعبه بیماری‌های وزنی. شعبه بیماری‌های وزنی؟ بله. گپ زده میتوانم؟ شما شوخی میفهمید.
خیر کی به هوش می آید؟ اوچا خدایا این چی حال است؟ تو کیستی؟ من تیمور رو نمیشناسم. آخر من تیمور پسرت. اوچا من تیمور گفتنی پسر ندارم. اوچا باسکاری میروم. این سربازی است. چی کار شدنش معلوم نیست. اوچا یک بار مرا با آغوش گیر اوچا جان. راو وگرنه پلیس رو جیغ میزنم. پلیس در تنگ در است اوچا. پسرت پلیس شد. از هیچ چیز خبر نداری اوچا جان. السلام علیکم. نه مامک؟ نه مامک. من باید یک شطه نغز خورم. لیکن شطه عادی نه. میگویند که مردنیوار با کفشی نه مامک. انا همین خیل. علیکم سلام. خوب نمیپرسم که با چی کار مشغولید. انا همین خیل امک. انا همین خیل.
انا همین مردی بی عقلی که میبینید با مردن زنش 3 ماه شده است و دلش به عشق نو گم میزند. مگر این درست است نعیم مک؟ عجایب. یعنی دلش چی؟ گم زدنش چی معنی دارد؟ گاه این طرف گاه اون طرف. حسیات آدم مثل باد و هوا دیگر شدن میگیرد. خوبو، لیکن این دل من کی قرار میگیرد امک جان؟ از برای خدا با همون پاپوشی میگوید، کوش میگوید گرفته من رو مردنیوار بکوبید. به خدا اگر دستم رو بردارم نامرد باشم. این چیکار گپه؟ زبانت رو نگاه دار. چای نوش. شاید سرت سوز شود. چای را که می نوشم، لیکن دوای من یک شته آبدار است. میدانی ما را تماشا کرده ایستادند. کی تماشا دارد؟ با سر کرده دمک؟ بین آنجا. نعیم مک، آخر شما چرا میبینید؟ به نظر من هیچ چیز نمی نماید. چرا میبینید؟ نمیبینی، ما را نگاه دارد. گپت رو دانسته گوی. چی میگوید نعیم مک؟ از برای خدا کی به سوی ما نگاه میکند؟ نه؟ نعیم مک، آخر کی سوی ما مینگرد؟ شما مزاح میکنید؟ من آخر هیچ چیز رو نمیبینم. نفهمیدم. به من اجازت نعیم مک. به فکرم سرطان امشب سخت درد دارد. خودت رو میشناسی؟ به اندازه میشناسم. اگر خودت رو شناسی چه گفتنم رو میفهمی؟ نفهمیدم. هر جا که روی کسی هست که تو رو همیشه میبیند. رو از اینجا. روی. چی علاج؟ سربازی ما بهترین، سربازی ما زودترین، 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 سربازی ما بهترین، سربازی ما سربازی ما زودترین، سربازی ما بهترین، سربازی ما زودترین، سربازی ما بهترین، سربازی ما زودترین، سربازی ما بهترین. 75 Bekir 75 16. Ben bilinen yerde çıkış oldu, tamam bilginiz olsun. 75 16 anlaşıldı. 61 63 64. Duyan oldu. Bir şey yok, bir şey olmuş.
الو بهیز صورت شخصیشو پناهی که به من دادی نامش بابور بود همان دوست داشته زنی که جسدش رو یافته بودین بله افسر کمیسر نسبش چی بود؟ 1 دقیقه الپاچ سرکمیسر چرا میپرسید؟ پس برادری بوگایم تو هستی ها؟ قاتل آن زنی جوان و مادرم را نیز زخمی کردگی تو هستی تو را شخصا میابم احمق حتما میابم نجیب چی شد با تو نجیب؟ آب چی؟ آب؟ آیا آب نوشیدن ممکن است از دکتر پرسم؟ خدا تو را برکت دهد زنک این غمخوری‌هایت را فراموش نمی‌کنم صبر کن من هیچگاه ستاره بخت نداشتم یگان دست شفقت بالای سرم نبود لیکن در این باره خیال میکردم با فریب آن که تو مرده کلان شدم اشتیاق نسبت بر تو داشتم و مهر فرزندیم میگفت که تو نباید مرده باشی نه نباید گفتم جستجو کردم و در آخر تو را یافتم تو را 2-3 روز پیش از اسکری رفتنم یافتم یک بار باشد هم تو را دیدن خواستم با وجود مرد کلام بودنم خواستم که مرا با آغوش گیری سببی در 2 سالگی مرا چرا ترک کردنت را نمیدانم بر من چرا گفتن که تو مرده ای این را هم نمیدانم یک چیزی میدانستگیم همین که دیگر تو را ناراحت نمیکنم حالا دانسته باش که تو برای من یک و یگانه هستی و میمانی اگرچه تو را هیچ وقت نشناخته باشم فرزندت
بمادری مرا مغمبر کرد آچه. از زنم سرکرد تا دیگران آیا مرا کسی دوست می‌دارد نمی‌دانم. خیز آچه بیدار شو، خیز و یک بار باشد هم مرا با آغوش گیر، چون که دوای من شفقتی توست. یعنی شما تیمور رو بعد از وفات پدرش به پرستاری گرفتید، همین خیل؟ بله. الدریم یعنی پدری تیمور در 6 سالگی تیمور باز خانه‌دار شد. آن وقت تیمور را پدرش به نزد خود گرفت. اما 1 سال پس از خانه‌دار شوی از کسلی سرطان وفات کرد. آن وقت تیمور در نزد مادر-اندرش ایستاده نخواست. ما هم از آلمان برگشته بودیم. نزد ما آمد. از آن روز این جانب در خانه ما می ایستاد. برای همین شما رو به جای پدر و مادر می داند؟ البته تیمور خردکک را می دیدیم. وقتی خانه ما آمدن بسیار شادی میکرد. همان مایندرش نامش چی بود؟ کامران. چه خیلی که تیمور او را هیچگاه دوست نداشت. حالا آنکه به یک زن زیبای ملایم مانند بود. لیکن خانه امش را انتخاب کردن تیمور چیزی مقرری بود. اشتیای تو ترسوندی تیمور؟ تو کی آمدی؟ حکایت های خوردیم رو از عمم شنوم گفتم. یعنی تو خیلی شد همین جایی؟ برای من چای نیست؟ در بالای گاز؟ اما جان دیدی ها زنم یک پیاله چای هم نمیریزد. من میریزم، نخیز. لیکن تو هم در بین آدمون مروبت کردن رو دوست میداری. اصلا خیلی خوب شد که اومدی. تشکر اما جان. از جای کار زنگ زدن. بعد از 2 ساعت برمیگردم. البته رو دخترم، کار است. لیکن بعدی اومدن هم به تماشای فیلم سلطان احمد میرویم. فقط اعتراض نکنید. زود برمیگردم. استوزنک زبانم را سوزاندی. تو چی اینقدر از زبانم بیزار شدی؟ آخر به تو آبی خنک نوشیدن ممکن نیست. آخر چای گرم را تیز نمیخورند کو. من خب خود را چطور ریس میکنید جناب نجیب؟ شکر بسیار. بسیار خوب. فقط شب کمتر درد کرد. میگذرد. یگون شکایت ندارید؟ تشکر، همش خوب است. نشاندادها خوب است. فردا جواب میدیم انشالله. تشکر دکتر. شکر. بختتان بلندی کرد که شما را سری وقت به بیمارخانه آوردن. احتیاط کنید. شکری خدا. دیگر بیمار نشوید. تشکر. سلامت باشید. اما از شما یک چی پرسم مایلش؟ مرحمت بپرس. مادرم مرا چرا ترک کرد؟ پسرم اهمیت نده.
از بعد چند سال گذشت هم فهمیدن چی فایده دارد بیهوده زیق میشوی. بیهوده؟ یازنا آدم چند مادر دارد مگر من به دانستن حق ندارم؟ پدرت گفته بود مادرت وقتی حامله داری تو را اسقاطی حمل کردنی بوده است. پدرت راضی نشده است. مرا از حامله داریش نمیخواسته است. بعد از تولد شدنت تو رو یگان بار به آغوشش نگرفته است، نمکانده است. برای چی؟ من چی گناه داشتم؟ مادرت درباره تو به یک خرافات باوری داشته است. تو را لعنت شده می حسابی. لعنت شده. وقتی که او حامله دار بوده است یک همسایه او را فریب داده است. او این خرافات را در میانه او جای کرده است. یعنی پدرت همین خیل گفته بود. پدرم می گفته است. باور کردید؟ با پدرت بسیار مناقشه می کرده است و یک روز مادرت از خانه با مردی دیگری گریخته است. پدرت به این کارش طاقت نکرد. مادرت را هیچگاه نبخشید. مردن مادرم را به من کودک باور کناندید تا وقتی به عسکری رفتنم. تیمور چیزی نخورده می روی؟ حلیما لابا رفیق سرکمیسر کار داری؟ یگون کاری ضرور ندارم. چی بود؟ 2 حادثه رو تفتیش دارم. با من یاردم میدی؟ البته رفیق سرکمیسر. سلامت باش. به هیچ بیگاه سنجیده بود. اگر پیشروی باشد از او پرس. میخوام اون آدم رو پیدا کنم. بابور الکوچ؟ حادثه چی بود رفیق سرکمیسر؟ شخصی شبهناک. غیر از این گزارش گروه تشخیصات رو نیز دیدن میخوام. فهمو رفیق سرکمیسر. تشکر. یوچل اینجا بیا. یه زودتر بیا. بابور خب شما این چی لباس؟ مسخره با شدی چی؟ دمتگیر مادری من شب بیمار شده است. با فکرم شب بیخاصیت ها در خانه تان بودن. چی گپ؟ نمیدونم بیمارخانه بردم. کدام بیمارخانه میدانی؟ به گوشت رسیدگیست. ممکن رسیدگی کبزان تی چی میخوایی؟ من چی میخوام؟ یعنی جاپونی یا دیناری خواه. رفیق سرکمیسر. لابای گزارش گروه تشخیصگران و معلوماتنامه طبی رو درباره حادثه کشتار لبی ساحل گرفتم. معلوم شد که نیخیر ارلیق بوغی کرده کشته شده است. زیرا در جسد یک چند چیزی که به مرد تعلق داشته است پیدا گردید. مثلا موی سر و دیگر چیزها. فهمیدم. خوب سنجش دینکا کردند؟ بله رفیق سرکمیسر. اما چیز دیگر هم پیدا گردید که ما رو به نتیجه زودتر میرساند. یک چند متر دورتر از جسد زن جزودان او و نقش انگشتان پیدا گردید. جزودان خالی است. احتمال جنایتکار بعد از بوغی کردن چیزهای داخل جزودان بوده رو را بوده است. اکنون تصور کرده می توانید که ایزی انگشتان با کی تعلق دارد؟ با بابور الکوچ؟ بله رفیق سرکمیسر. معلوم شد که بابور الکوچ در جنایت‌های خرد سابقه داری پیشین است. یعنی اثبات شد که ایزی انگشت با بابور تعلق دارد. همین طور رفیق سرکمیسر. از حادثه دیگر چی؟ بله حادثه تمیرس الکوچ. تمیرس الکوچ حاضر در شعبه احیاگری میدانم. دوام ده.
дар ҳодисаи таъмири салкоч маълум шуд ки шахс бо гулдон захмдор карда шудааст. байни онҳо муноқиша бармехезад. ҷинояткор ӯро зада меафтонад, аз мойҳояш кашида ба рӯяш туф мекунад, сониян бо гулдон ба сараш зада захмин мекунад. айни замон ташхисгарон изи ангуштони ҷинояткорро дар гулдони шикаста пайдо намуданд. ба ки тааллуқ доштани изи ангуштон маълум шуд ва ин нуқта бисёр муҳим ва аҷиб аст. изи ангуштони бобур алкочро пайдо карданд. бале, бобур алкоч бачаи тамири салкоч мебошад. аниқ? бале. яъне ки ин ду ҳодиса ба якдигар иртибот доранд. инро намедонам, рафиқ саркамисар. лекин гумонбари ҳар ду ҳодиса як аст, бобур алкоч, ҳамоне ки ҳоло дар озодӣ дастҳояшро ҷунбонида мегардад. ана ҳамин тавр. ин хел нишастан мумкин нест. ин шахсро ёфтанамон дар кор. худро ба ҷои ӯ тасаввур кун. дар куҷо буданаш мумкин? инро намедонам, рафиқ саркамисар. ё ин ки аз ду нафар чаро яке зинда аст? бахшиш, шӯъбаи эҳёгирӣ дар киҷо аст? намедонам. ташаккур. бахшиш, шӯъбаи эҳёгирӣ дар киҷо аст? ошёраи чорум. ташаккури зиёд. алло, ҳалима? бале, рафиқ саркамисар. дар куҷоӣ? дар ҷои кор. чӣ буд? наҷиб сардорро хабаргирӣ омадам. фикр кардам ки шояд дар ҳамин ҷо бошӣ, вале пайдоат накардам. дар идора боз ки аст? темур саркамисар ҳастанд. фаҳмо, вай be in ҳам майли ин тарафҳо надорад. кист? ягид саркамисар. ҳар гуна одамон, ҳатто нуқтакандаҳо ба аёдати бемор меоянд. аксар шӯъбаи эҳёро мепурсанд, лекин аз акаи темури мо ягон хабаре нест. ба шӯъбаи эҳё ҳар гуна нуқтакандагиро намемонанд. ҳалима, чӣ гуфтӣ? муҳим нест, рафиқ саркамисар. вай медонад ки як тошро кушта натавонистааст, барои ин ҳатман тадбир меандешад. телефонро ба ман диҳ. алло, йигит. темур комиссар, ҷанобашон чӣ ҳол дошта бошанд? камтар пеш гуфтӣ? аз қадршиносии ту суҳбат мекардем. не, шӯъбаи эҳё гуфтӣ, нуқтакандагӣ гуфтӣ? камтар пеш як нуқтакандагӣ ба аёдати бемор омада буд. шӯъбаи эҳёро пурсид. чӣ гуфтӣ? чӣ нафаҳмидӣ? шахси туро пурсида 25 сола? бале, ба одами бангӣ монанд буд. йигит, аз ту як хоҳиш дорам. бифармо. дарҳол ба ошнои чорум ба шӯъбаи эҳё баро, ба ҳуҷраи томирис алкоч фаҳмо зуд лекин. агар шахси гуфтатро он ҷо бинӣ, дарҳол дастгираш кун. зуд баро, мо ҳам меоем. биёед рафтем. оҳо, кор хеле ҷиддӣ будааст.
احمقی بیشرف ایست بگویم آی ایست پلیس بزانو زودتر بزانو با زمین با شیخدر دیگر با من خیلی نگاه میکنی؟ چی کار کنیم؟ برای تو بر این آدم بیناموس غم خوریم؟ من حق دارم ادوکات میخواهم ادوکات در راه است تشویش نشو با زنی که علاقه مخفی داشتی اغوا کردی پول پرسیدی داد باز پرسیدی باز داد باز پرسیدی باز داد وقتی که دیگر دادن نتوانست با پلیس میروم گفت جنجال کردید و تو را بوغی کرده کشتی ها بوغی کرده کشتی این خیل آدمان پس را در صحیفه سیمی روزنامه ها بیشتر با میخوریم تو اصلا گویی که مادرت را چرا کشتن خواستی کنی گپ زن در خانه از پسرش که من او را نمیدانم یک مکتوب دیدم مادری من اصلا یک زنی سبک پا بوده است بزدن حق نداری برای مادری من این کلمه را استفاده نکن چی ها میگویی؟ من 30 سالم یک بار مادرم مرا به آغوش نگرفت یک بار باشد هم از پیشانی هم نبوسید یک بار باشد هم با او در یک خانه نایستادم یک بار هم گرمش را حس نکردم یک بار پسر جانم نگفت میدونی چرا؟ چون که او مادریش را به تو میکرد به تو بر این یک رزیل و تو قدر این را ندانستی چی میگویی تو؟ به مادری مرا بخشی کرد یک آدمی پس شدم لیکن تو قدر مادرت را ندانستی جزایی سزاوار میبینی رفیق سرکمیسر ایستید کارهای باقی مانده رو من حل میکنم رفیق سرکمیسر شما کمتر استراحت کنید لعنتی همشیره لبای یک زنی اینجا خواب بوده که افسوس 20 دقیقه پیش از دست دادیم شما از نزدیکانش یا برای اجرای وظیفه؟ هم هر دویش هم هیچ کدامش خدا رحمتش کند
خوب بودنتان چی خوبه سردار. نباشد با شما سیر دل گفتن نمیتوانست. پدرم چرا نامم را تیمور ماندست میدانید؟ چون که او مرا دوست نمیداشت. نامی او یلدریم بود. از چی باشد یلدریم بایزید را بسیار دوست میداشت، همان پادشاه را. از این رو تیمور لنگی را که او را اسیر گرفته بود، یعنی همان لنگ را چشم دیدن نداشت. کارا بینید که تقدیر من هم لنگید. پدرم مخصوص برای مرا جزا دادن نامم را تیمور مانده است و من با این نام حیات به سر میبرم. نامم شاید زیبا باشد، لیکن نیتی پدرم بسیار هم بد بود. با شما یک چیزی را که حتی زنم نمیداند میگویم. سردارم با من گویید کسی در حیاتش 2 بار یتیم مانده است. من یتیم ماندم. یک بار در 2 سالگیم و یک بار 30 دقیقه پیش. او چی کاری کند من هم او را به فرزند ماندم. او را محافظت کرده نتوانستم. او چیزی خواهد کردن گیرم. من باید از نزد در او دور نمی رفتم، چون که مادران مثل آسمانند، مثل آسمان. دیگر من آسمان ندارم رفیق سردار. همین خیل نه سردار. کی میگفتی مکتوبی با حسرت نوشته ای من سببی مرگ او میشود. حامیان فیلم در مرکز پرودیوسری همصدا از ترکی به تاجیکی گردانیده شد. کارگردان و محرر غیور اشوری رستگار. مهندسان ثبت آواز امید جان علی و محمد جان عثمان. راهبر گروه ایجادی فرهاد سفر. پرودیوسر کامل جان سفر. به نقش ها آواز دادند فیروز عمر، نسای محمد جان، ملاحت بانو، آرتق قادر، محمدی مرزا علی، دولت عبیدالله، ملاحت کمال، شهرت رحمت الله، سلطان مراد بابا مراد، نظیرمد موسی، زهرا، احسان و فرقت.